خوشو جان امی کاکا خسرو بیشتر خوش اخلاق شده به قرآن حالا گفتم بشه که به شما چای بیارم گفته نه من خودم تیار میکنم شما بریم بشینید خب ها چای مای بیاره ها ولی گپی هست بگه چه بکنم خسرو تو خدا میشناسه اکثرا در جا خود تکون نمیخود من چون روزشته شده که چای بیارم اینا السلام علیکم برحمت الله خانم جان عزیز علیکم سلام این گیلاس چای سیاه کبکی را بخورد چی کیفیتی داره چای دست شوی تو باید تا چای که عروس تو دم میکنه زمین تا آسمان فرق خیریته من عروس به خانه دارم عروس به چای میاره شما به چی میاری؟ حالا اگه من بیاردم گناه خو نکردم من خوش دارم که به دست خود خانم خود چای بیارم بخورم خب خیلی بینی یعنی الگپیه نه من نمیفهمم من گپ من به طرف شما نه هیچ گپی به طرف من تو نیست تا ولی ایتو کاری نمیکیدی ولی چیکار شده که به تو تو به چای آشپزخونه بودم عروس بیامد گفتم خیریت گفتم چای بارو خود گفتم تو برو من به خانم خود گلاس چای میارم بعد داشتم بیاوردم گپ که هست خانم چون گپ با کجای تو گپ گیر میکنی امروز دل من عوض کرد که خود من به تو چای بگذارم چیکار میشه من چند ساله که من خونه دارم به می خونه تو به کاری نکردی چیکار شد که تو به مال چای بودی می پسورد دارم بدم نه خونه دیگه چی گپ دیگه حالا بخی من یک اشتباهی بکردم همین کارو بکردم دیگه زن دنبال گپ نکرد دیگه زن باید چای خود به خود به خدا کار ندارم من نمیفهم یه گپ مد به که هسته تو به می چند سال گفتم تو هیچ کار نکردی حالا چیکار شده که تو به چای میاری یک رقم دنیای شده زن به خدا تو می که به کی خدمتی بکنی باز به سر تو شک میکنه من همین چای فقط همین در برختم بیاوردم که گفتم خانم گلاس چای از دست من نوش جان خیره دیگه خوشو جان حالا کاکا جان میره بولی که به شما چای بیاورد بخوریم دیگه حالا با خدا به دهن نمیزنم تا نگه چه کار شده چرا من چند ساله که به بخونی از اینو این به چه کار کرده حالی برای چه کار شده که به چای آورده به دهن نمیزنم بزن تو چه کاره تو گپسی گیچی تو چه کار شده ما با تو میربونی یک گلاس چای کردم اگه میفهمی تو اشتباهی نمیکردم نمیفهم نما که میربونی کنی تو بگو چی دیگه به کامشتونه که تو میبینی به من پیاله چای آوردی من زن درست تو زن امروز تو من چند ساله بخونی تو نو حالا من تیر شدم از دم در دیدم به تا دهلیز مثل مرغا کنه زده بری شیشته ای گفتم باشه میربونی کنم یک گلاس چای برای تو بذارم بیارم خوبه هر رقم شیشته بودم که بودم من خدا عروس من نگیره عروس من به من چای می آورد حالا من اشتباه کردم اشتباه کردم آره که اشتباه کرده خدا میدونه چی دیگه به کامشتونه من نفهمیدم بعد من ریگه تو محکم گرفتی که اشتر ریگه به کامشتون اشتر ریگه به کامشتون ریگه چیه به ترکشونه نکنیم دیگه تو رو به قرآن ای عروس جان نمیفهمی تو بخورم که من به تعزی خونه ناخوش میشد و مریض میشد و پرتو بود و سر خب الان یک پیاله او به دست من نمیداد حالا چیکار شده که اینو به چای بده من تیکیا تو با تم هستی خب خیره امروز دلی بسخته به شما چای دلی برای خودی بسوزه من نمیفهمم نیکی هم نامده نه یعنی چی؟ یعنی چی حالا یعنی چی من باید چیکار کنم من نمیفهم نمیفهمی بچه رو گپ میزنیم بگو چی گپه شف نشفتنو بگو چی گپه باشه که چای خود من نوش جان کن بگو نوش جان کن من چای دست تو نمایم انه خانم جان هیچ گپی نبودم یک بعدی بکردم تو گلاس چای خدا میدونه تو خدا میشناسه تو علف زده کار چری طرف چه نه باروس تو نمیشناسی چری چی گفته خوب خب به شما چای بیاوردم دیگه بخصه کوکینه بخصه کوکینه توشی من میرسی 4 ساعت زنگ خیلی خیلیت راست اینجوره سلام و علیکم سلامت باشین خوشحالیم جان شما جوره خانواده خوبه شکر خیلی خوش آمدی قربان قدم شما خیریت خواه حساب تو خرابه چی گپه از خیریت تیره برو من سر از این شوخ مشکوکم شک دارم گپی نیه کاکا جان به من خصوص امروز به اینا یک گلاس چای بیاورده به خاطر اینا با سری و شک کرده که اینا چریت مهربان شدن به سالها به من چای نیاوردن امروز به من چای آوردن اینا بابا درخت تو شک کردی اصلا دوماد می تو آدمی میه من چی فکر میکنم دوماد می یک آدمی
خوبه براق و راسته به مقدار به خانواده خود توجه داره. آن یک پیاله گل چای عوض کردیده و تو آورده تو به سر از اون شک میکنی. نمام برو چند ساله من زن دراز امروز اینو من چند ساله بخونی اینو چرا هیچ کار به من نکرده که امروز همین خنده کرده پیاله چای کرده امی خانم جان چای کرگی هم با تو دم کردو خاله عوض کرده یک پیاله چای به تو این میاره. بخوام کرگی بکشینه چی عوض کرده؟ با مقدار شک نکن سکو. همین شککی باعث میشه که خیلی مشکلات ها به وجود بیایه. به نظر من تو ایر به فکر برو که این کار مثبت کرده. کار مثبتی کرده از حالی چرا بیاد چند سال آخه من درزی خونه میبردم خب خیلی آدم ها میبینی هزار کار میکنم یک دفعه به اشتباه خب پی میبرم. راست میگی من به زنگ میزنم که دیوان بیایی سکنم چی گپه. گاهی وقتا اشتباهی میشه دیگه. من صد اشتباه بکردم آخر بفهمیدم که اشتباه کردم. خود خانواده خواهم اشتباه به خوبی حل کرد. دیگه شاید منظوری نداره. با دروغ خود طلاق میکنه. اشته نداره این مدقاتو نمیشنسی. بله سلام دیم خوشحاله جور و تیار باشیم. با کجایی؟ کی؟ بابا خوارم شوخی کرده حساب شما خراب کرده. بیایم بابا چی به کنار سر ایستاده؟ بیایم با خونه بیایم که به شما کار دارم. بیایم هیچ گپی نیه. تیار خوشحال باشه زودتر که با اون بیچاره میگه اوقات من طلاق کردم من کنار سر بغل جوش اشتیو. کار خوبی نیه که بیچاره پیاله چای آورده تبیت کارو میکنی. آخه هر که باشه برای خواه بگن شک میکنه که عربی من عروسی بخونه دارم. من روز که عروسی نجیشتم به چه خود دار بیدم باقلوش به چه منه میگیری؟ حالی او عوض کرده یک دفعه همی کارو بکرده که مگر خودی او سوزن به سر سوزن بخزری. من نمیفهمم هیچ چیز در نمیاد. خوش آمدید. سلام خوب سلامته. یا خوشحاله جان جور خیره جوره. خوب هستی؟ کیره هستین؟ زنده باشید. چی گپه؟ چه کار شده که بین شما همین جنجال و همین معرکه به وجود آمدن؟ به خدا دوی کل گپی نبوده خوشی بوده. هزمی تا دلیز تیر شد و دیدم من خوارک شما دق نشه بعد نه مثل مرغا کنه زده برای میده کلوش کشید دیرم بزرگ یکدم دیدم عروس من تاش بس خونه بود عروس بیام چگاه میگم گلا چای گفتم خود میبرم به دست یک گلا چای بخوام خونه. کار خوبه که گلا زنگ چای دم کردم بیاردم پیش بکشم همین یک دم 180 درجه تغییر کرد. من هستم عروس من هستم تو چرا چای بودی؟ تو حتما یک ریگ به زیر کوش تو هستی. تو طالب چون ما چه کارک نکردی؟ تو سر بالا نگرفتیم چون چه کار نکردی؟ هر که باشه شک میکنه یک دفعگی میره بون شد. چرا میگم به شما بگم که به چند سال بخونی از اینو تو بشی شک میکنی برای خوبه کردو. عجب شما زنا چی فکر دارید؟ اگه مردا به شما میربونی هم میکنه شما شک میکنین. اگه نامیربونی هم میکنه که خود اینا جنگ میکنین. باید چکا کنم به کدوم ساز شما برقصم؟ مرتکا که شما همون سازی که شما میگیم برقصم. خدا نمیفهمم خود چی بگیم. ساز از اینا چی که ما با اون ساز برقصم. ما باز بعد از سال ما گفتم خیر زن این شیشتیه به چرت فکره تشویش چیزی داره باش برو گلا چای هم میگذارم چند دقیقه قدیم بخندم اختلاط کنم کی عجب حال هوا بیروشه خبر نداشتم کی بریم بم اتم میشه میترقه بس خلاص. من نمیفهمم برو من هیچ چیز سر نمیارم ریگه به کمی شازی هسته. اگه امت بگو اگه زندگی کردی بگو برای من اون زن کرده برا بخورم میفهمم برو در خرج خود تو بومون تو ما میرم زندگی میکنم از برای خدا به خدا دیگه میگه از این بزرگ خوب همینجا تا صبح کله تو بالا بال تو باشه یک گلا چای به پیش نمیارم بخزم. بابا زن آل گرفتن سخت. آخه هر که باشه برا جان چند ساله که من بخونی از اینو هیچ کاری به من نکرده یک دفعه میکرد که میگفتم برو بخور که میده یاری راست بوده که بیانی چای بده زاکی بیشوشته یاری همین گاهی وقتا بعض بزرگا میگم همین کارهای خورد کلون میشه خوردار باز کلون میکنم با خورد پس خورد میکنم آلی یک گلاس چای جزئی سه گوشته معامله کلون کرد بابا هیچ گپی نیه همین دومات خور که من میشناسم باور کو خوب تا زنده باشه به کنار تو آقا جان زن من اجازه رو قسم بخورم به پیر به پیغمبر به سر تو دارم که هیچ گپی نیه من هیچ گپی نبود فقط یک گلا چای خواستم بیارم که تو 5 دقیقه پیش تو بشینم تو از این حال هوا بیرون کنم من اشتباه بعد کردم که به تو چای آوردم